من از سال 93 در این کارخانه کار میکردم. من به گناه هیچ گناه من نمیدونم. ای کار برو وردن من 3 سال دیگه پیسه هم در ماندگی بود. من میخوام که خیلی پیسه برو که ما همین یکم وقت در همین جمع ما جلو کردگی بدیم. ای اساسی که ما را در قالین بافی بردیان 10 روز به اساس کار کردیم. ای طرف حکومت گویا که کارگر خانه بدیم. اگر نه که ما در حکومت کار میکردیم ما را دروغ بردن اعضا کردن در اونجا ما حکومت دستگیری کردیم. ما که وقتی که جلب کردیم ما را حکومت پول 27 کسا ای کار آزاد کرد 4 کسا در کار گرفتن. اینا زنکو همه که جو بروند اینا ایش به شوای کودکش مردگی ایش به شوهر ایش به شوهر ایش به شوهر همه اینا هم 27 سال کاری داره. این اپای محرم 27 سال اینا گریه کرده است. اینا گریه کرده است. ای سال 96 سال در همه اجتماعی در خانه نایتی دستی کار میکنم. خیلی ما خیلی کمبودی کردن نمیدونیم کی مباین خچون قالین بافتن چیکار کردن همه ما بیکار شدیم ما نبودیم در ندارم در دولت هیچ کدر دارم من آخر پیش کی برام من آخر کی پیش کی کالبانده برام من آخر بیشیدم در پیش حکومت در من کجا برام من چیکار کنم آخر هم کسا کار کنم برنگی سیاه نمیزنه که جای میره نگفت نمیگیرم نام قربان من از ایران اصلا از اون سال 96 کار میکردم تا میاد آزاد شدم با آزمون اعلام داکیومنت سوای کردم و فکر کردم که ما یا خیلی با کار دارم میکنم من هم هیچ که ندارم من هم یه آدمی بوده که ادینو که نگاه میکنم به شوهرم کجا رفتگیم در همین چند روز که ملادی شروع میگیرم پنسیا نمیخیلده به هیچی. منم از سوی 1996 در جمعیت درسی کار و فعالیت کردیم. نفقه رو خدمت میرسونیم. اگه این روزه ما بیکار من این موی 17 دکبر اول کردن ایکو تا حاضر ما بیکار. برای هم میخوایم که با برقرار گردد با کار کنیم. من سوی 6 فرزند. اگه واز ما در این سال مثلا 55 سال بیشتر ما قبول میکنم. خیلی برای پیسه ما 3 سال موندگی بود همگی. وقتی ما کار میکنیم تو اخره. همین واقعیش نمیخوام. دخترای ما یاردن بردن پکازوکاتی کردن رسیدیم بینه که هم قدر زنک باز ده همه جا که زنکای بچه چون فان کردن مردم ها بردن ما نشون دادن گرفتن ما این کردن پول داد و باید $100 داده ایامو طلب کرد حکومت که بیاری 150 میبته دختران ندادیان من همی کار همی چی توخی نمیرم نه نخواه که رئیس همی قد رئیس گفته که دو کس شلب نکنه کار قبول میکنم گفته نه یکم کمپیر جلب نکرده از کوخه چون بعد عرض وقتی که ما آمدیم جلب کردیم بعد جلبی ما خونه به خونه مانیتورینگ کردن چون در 4 سال رئیس نرفت جلب خونه کمپیر تق کنه بگه که کمپیر همی سوسابا دیگه میه خونه تو چون پامشش نداد چی بای چی همون خروکایم با نظر نشد ای پشوکاش با نظر نشد بعدی که ما آمدیم از پلیس تا جلب کردیم بعد مانیتورینگ کرد بعد یوریست برآمد چون یوریست یه بار نرفت جلبی کمپیر را گوش کنه یگان کنه یک جا برای واسه ایران بچه استودنت دختر میگه که پای رایما دل کردمون میگه که کجای میریم برای جلب کنیم هیچ کی بعد تو نمیرسه اینا چند وقت می‌بکنی؟ ما یه کار در مدت ای سنتیابر ای روزی نمی قالین بافی دو ماشه من دست پریدم میگه برین جایی که میرین توی قرات این چی چیزی برو روی رئیس گپش دام رئیس گفت که جایی میرین جالو میکنین من 10000 اهالی آدم سفرش میرم شما را نمیکنم بچه کلانیم نابود شده از این خدمه اگر ای به فایده ما رفتن نمیدونم مایی باز یک خدم توقع ماندم یک تا پسرچه دارم شکر بایم یک شرایط وزمین در زندگی میکنم دو تا دیگه ای بچه مونده که نه کلینگ بوده کسی رانو میدروی بچه داری بی بی جا و چو پچوسی داری اگه جو بخره یه جو ما را وعده کردن سه ماش تیانید کردن کچه در پرتن بو با خطی سیانه بسیدن چه جو میری تو روی نگو میکنه خیلی اپا میگه 5 سالش نه برای دم بگی من میرم دم میکنم نه که چی میخورونه مرا میپشونه ایش که میگه که ما متسترو را موندیم نه که متسترو نرفتستن خود ما رفتستیم مو سپرافکا در کنه و یک چند سال شدن که پدر و مادر شده چخیل و یا میپرتوی پرزیدنت محترم دستگیری که مردم همی 27 کسا دستگیری که التیموس مردم به دادش برست
Alisa, misal میرفتن کو مثال میرفتن کو تا گرفتم بودن کامپیوتر رو نگاه میکنه یا نه خیلی میشینم یا نه وقتی چون رفتن یگان کامپیوتر داین داری ما جالب نیومده چون رفتن داین داری کامپیوتر زدن تا کامپیوتر جالب کن هیچ گام نمیشید که مورا سروگی بیگوار میدادن برین روزی قبول نیستن شما نه سکرتر گفت که روزی خمسه همه شما گفته معلومه که برین که جای برین دیگه ای زنکه ای خواست شما ایمون کم ترای خدا بترسه کم ترای خدا بترسه یا بار عریضامون گرفتی به نامی رئیس این باره پیش ما عریضه ننوشته دروغ نگو دروغ نگو در پیش کی نوشته نمیدونم کسا نباشه شما در پیش کی عریضه نوشته نمیدونین در پیش کی نوشتی خزانه شرمنده شما چوه شرمنده بودم خدا شرمنده شرمنده هم مشانه که ما رفتن زنه رو شرمنده پیشینم رئیس میریم با 50 سومونی دیگه در هزار منتدی بره در چی همین رئیما چی گفت عریضه تابه نویز گفت معلومه برای قبول نکنه اینا میگن اختو با اختیار اختو عریضه کرده خیلی گپ دادن یا گپ دادن نه کجا چی با بکش göz میگیرم شما